موی سفید در دم مرگ بود و فرزندانش را گرد خود میخواند و از آنها خواهش میکند که چند چوب برایشان بیارد و در آغاز آن همه چوب ها را یک جا میکند و کوشش میکند که شکند و نمیتواند. پسرانش گمان میکنند که شاید از بیمه‌داری پدر، از ضعف پدر باشد. وقتی در الوهیدگی اون چوبچه ها را میشکند، همه حیران میشن برای چی پدر چوبچه ها را در الوهیدگی میشکنند و در خاطر و در انجام این عمل پدرشان به آنها وصیت میکند: فرزندان پدر، آن چیزی که من برای شما نشان دادم، این چوبچه های الوهیده، این تنهایی شما و اون چوبچه های جمع، این یک جای وحدت شما است. بیننده های ارجمند، السلام علیکم. و برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میر خواجه‌میرов، معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت. استاد خوش آمدید میگم. از مطلع صحبت ما الکی شما پی بردید که سخن درباره چی میرود و به سبب من این قصه رو یادآور نشدم، زیرا همگان این رو بارها شنیدند که زوری بازو در مشت است نه انگشت. بنابر همین ما امروز در مورد وحدت صحبت میکنیم. استاد، ما در آغاز از خود کلمه وحدت پرسیدنی هستم. ما چند پیش من عید وحدت ملی رو جشن گرفتیم که هر سال سنه 27 ایون از سال 1997 این جانب جشن میگیریم و امسال من 22 سال گذشته است از آن سنه که واقعا هم یک نقطه تامت به آن نابسامانی ها گذاشته شد و صلح دیر انتظار ما فرا رسید و امروز شکرانه انا همان روزهایی که بعد دوام این 22 سالی که گوییم وحدت ملی پابرجاست دوام کرده شده است و ما الکی ثمره آن وحدت رو احساس کردیم و آن رو همچون عید شناختیم و به قدر آن میرسیم. اسلام در این مورد چی میگه استاد؟ مرحبا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی به فرستاده او حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا خداوند برای بندگانش نعمت‌های بسیاری عطا کرده است. در عوض نعمت‌های دادگیش خداوند از بندگانش طلب می‌کند که شکرگزار نعمت باشند. از آن جمله برای مردم کشور ما حقیقتا این وحدت ملی یکی از نعمت‌های بزرگترین است. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مرحمت کرده میگویند که نعمتان مغبونان فیهما کثیرون من الناس. دو نعمت هست که افسوس بعضی شخص ها به قدر اون دو نعمت نمیرسند. از جمله همون نعمت هایی که پیغمبر خدا بیان کرده است، یکتاش وحدت است و دیگرش خاطر جمعی است. تنصیحتی است و وحدت است و خاطر جمعی است. حقیقتا طبق همین حدیث پیغمبر خدا ما نگاه کنیم، یکی از نعمت های بزرگترینش برای انسانیت این یعنی وحدت است. چطوری که بیان کردید و قصه که در سرشوی این برنامه شما بیان کردید، حقیقتا این یک قصه مؤثر است، چون که خداوند در قرآن عظیم شان درباره وحدت و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره وحدت آیات و حدیث های بسیاری آمده است. از جمله همون آیات ها خداوند در قرآن عظیم شان میگوید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خداوند در یک آیت اول همه را به وحدت دعوت میکند. بعد از وحدت در کلمه در همین کلمه شاید که کفایت میکرد، لیکن از باب تأکید خداوند چی میگوید؟ وحدت را هیچگاه شما تفریقه ناندازید، پراکنده نسازید. از این معلوم میشد است که از نگاه علمای فقه، خصوصا از نگاه علمای پیشوای مذهب ما امام ابو حنیفه، وحدت از نگاه ملی این فرض است. فرض است. چطوری که ما در عبادت هر یک فرض به جا میبریم که عبادت مکمل می شود، از نگاه پیشوای مذهب ما یعنی وحدت در اسلام این فرض است. باید که هر یک بنده مومن دعوای اسلام و دعوای مسلمانی میکند، باید که طبق همین آیه کریمه وحدت کند و از پراکندگی خودداری کند. در دیگر آیه کریمه هم چطوری که حاضر شما اون قصه گفتید که در پراکندگی اون چوب ها رو که شکست وای، خداوند در قرآن عظیم شان گرچه دیگه این قصه هم که باشد اما مضمونش به آیات های قرآن و به حدیث های پیغمبر تغییر میگیرند. خداوند در دیگر آیات کریمه میگوید که ولا تفشلوا و تذهبوا ریحکم. خداوند میگوید که شما میگوید وقتی که پراکنده میشوید وحدت نابود میکنید و قدرش نمیرسید، از شما هیبت میرود،
در شما قوت نمیماند، شما خال و ذلیل میشوید، شما ضعیف میشوید. طبق همین آیه کریمه یعنی البته وحدت ملی، وحدت در مابین مسلمانان، عموما وحدت در مابین جامعه، پروردگار به این آیه کریمه ترغیب و تشویقات میکند. آیاتی که خداوند در قرآن عظیمشان ذکر کرده است، نه تنها وحدت بین مسلمان ها بلکه وحدت بین تمام انسانیت در قرآن خداوند ذکر میکند. در آیه کریمه پروردگار میگوید که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها شما از پروردگار خود ترسید. به همین نگاهی، به همین لفظی تهدید آمیزانه نه خداوند بیان کرده. بعد از وقت چی میگوید که در بیان کردن این آیت خداوند میگوید که به قدر همدیگر رسید، در مابین همدیگر شما تفریقه اندازید، همدیگر را حرمت و احترام کنید گفته خداوند در آیه کریمه ذکر میکند. و این چنین در آیه دیگری که در سوره حجرات خداوند میگوید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. خداوند در این آیه کریمه برای تفریقه نشدن پیدایش آدم ذکر میکند. میگه ای انسان ها شما در کدام دینی که باشید، در کدام مذهبی که باشید، در کدام عرف و عادتی که باشید، در کدام قومیتی که باشید، شما را خداوند از یک پدر و مادر خلق کرده است. مادامی که انسانیت از یک پدر و مادر خلق کرده شده است که در خداوند در این آیه کریمه ذکر میکند، ان همین آیت خودش به وحدت همگان، نه وحدت بین مسلمانان، بلکه ساکنان یک مملکت در یک جایی که هستید باید که به همدیگر وحدت کنید، به همدیگر قدر همدیگر دانید، باید که به همدیگر خیرخواه و نیکخواه باشید. بله تشکر استاد. واقعا من جای خوانده بودم که حتی مثلا در یک رکنی دینی مبینی اسلام که مثلا گویم نماز است، ستون اسلام، حتی مثلا گویم ثواب نماز جماعت یعنی 27 ثواب دارد نسبت به تنها گذار. یعنی این هم پیش از همه از گویم تلقی میکند که مثلا مردم مسلمان نباید پریشان باشد، یعنی در همگرایی باشد، همبستگی باشد، در وحدت باشد. گذشته از این بسیار نکته خوب اینجا قید کردید، چون تاجیکستان امروز با راهی بنیاد دولتی دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی رفته ایستاده است و واقعا هم همون پایه ها در گویم پایه آن که مثلا پیش از همه تمامی خلقیت و ملت هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند باید در همین اندیشه وحدت ملی باید باشند. مثلا و همون گویم نو بحث از آنکه آنها در کدام دین هستند باید پیش از همه گویم در هم دستی کاری کنند که برای آبادی این جامعه، برای آبادی این کشور. حقیقتا ما از خود همون نام نماز جماعت نگاه میکنیم، در اینجا کدام امری که پروردگار برای بندگانش فرموده است کن گفتگی است و البته برای همون جامعه، برای همون انسان‌ها از منفعت خالی نیست. چون که ما به صفات‌های الله وقتی که نگاه میکنیم، یکی از صفات‌های الله بهترین رحم کننده. مادامی که بهترین رحم کننده گفته خداوند این نام به خودش یعنی قبول کرده است، از این معلوم شده است که آن دستور و آن فرمایش هایی که خداوند دادگی هست و اینها هیچگاه به زیان انسانیت نیستند و آن کارهایی که نهی کردگی هست البته و اینها به زیان انسانیت هستند که خداوند از این کارها نهی میکند. از آن جمله خداوند به نماز جمعه دستور میدهد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا. گفته خداوند در قرآن عظیمشان یک سوره رو با نام سوره جمعه، وقتی که ما با نام اصطلاحی این کلمه و میکنیم یک نامش وحدت است. خداوند میگوید که وقتی که ندای وحدت برای شما ندا کرده می شود یعنی روز جمعه، شما همگان برای نماز جمعه خواندن برای وحدت خود یعنی اشتابت گفته خداوند در قرآن دستور میدهد. البته درباره فضیلت نماز جمعه هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا که هم انسان ها با هم دیگر یعنی وحدت نگاه دارن گفته ثواب نماز جماعت خواندن پیغمبر خدا میگن که یک رکعت نمازی که با جماعت میخوانید که وای شماها رو به وحدت ترغیب میکند به از آن نمازی هست که 27 نمازی هست که شما در تنهایی میگذارید. از این معلوم میشه است که حتی در عبادت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضیلت آن عبادتی که انسان ها را به وحدت دعوت میکند 27 مراتب ثوابش بلند از آن عبادتی که انسان در پراکندگی میخواند. و این چنین شما البته اینجا نماز جماعت ذکر کرده شد، لیکن ما
یکی از عبادت‌های بزرگی دیگر می‌بینیم که در روز حج که وقتی که ما در عرفات نگاه می‌کنیم، روز عرفه خصوصا در عرفات 3 میلیون آدم جمع می‌شود که ویها از منصبدار کلان سر کرده تا آدم‌های عادی هستند، از تمام قومیت‌ها ملت‌ها هستند، لیکن همگان برای وحدت شدن در همان خانه خدا و اینچنین در عرفات جمع می‌شوند. وقتی که ما با فضیلت روز عرفات نگاه می‌کنیم که پیغمبر خدا میگن که الحج عرفه، حج اساسی این عرفات هست، فضیلتش درباره حکمتش درباره فایده این علماها میگویند که این یکی از فایده‌ای که پیغمبر خدا حج اصلا روز عرفه گفتن این روز وحدت است. و این چنین خداوند در وقتی که مناسک‌های حج به جا آوردن وحدت خود را قوت دهید. گفته خداوند بیان میکند که در وقت حج شما به همدیگر آزار نرسانید. پیغمبر خدا میگه من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. درباره این روز وحدت بزرگ که روز حج است پیغمبر خدا میگه که شما وقتی که در ایام حج، در روزهای حج، خواهی که در مینا، خواهی که در مزدلفه، خواهی که در عرفات، خواهی که در بیت الله جمع میشوید، این حکمتش یعنی وحدت شما است. شما وحدت خود را هیچگاه پراکنده نسازید. در مابین مردم احتیاط کنید که یگان سخنهای فتنه آمیزانه، سخنهایی که مشروع به همون حج است غیر وی نگویید. و این چون همدیگر آزار ندهید و همدیگر حتی شما حتی تا کدام درجه بینید که احتیاط کاری میکنن که شما میگوین یگان برگ درخت در همون اطراف حرم شما یعنی همون یگان برگ درخت بیجا نکنید. گفته پیغمبر خدا علیه السلام اینقدر اهتمام به روز وحدت و آن ایام هایی که انسان ها را به وحدت دعوت میکنن ترغیب و تشویق میکنن. تشکر استاد. استاد یک نکته بسیاری که ادامه منطقی همین جواب شما و سوال نوبتی من در موردی گفتیم صحبت آغاز کردیم از زور انگشت یا مشت گفتیم که زوری مشت چون این وحدت است و در وحدت انسان ها به هم می آیند با یک اندیشه کامل، با یک اندیشه سالم، با یک اندیشه سازنده. پس این وحدت استاد باید گوییم به کاری درست راهنمایی شود. خب به هم اومدیم، در برابری به هم اومدن با یک کاری یک شایسته را، حتی چیزی که در مثال حج آوردید که چون به هم آمدیم به وحدت رسیدید نباید کسی را آزار دهید. یعنی پس این مرحله وحدت مرحله انسانی کامل شدن. بله حقیقتا وقتی که ما به آیات هایی که قرآن خداوند درباره وحدت ترغیب میکند به تفسیر علماها نگاه کنیم یا که به سخنهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، پیغمبر خدا در حدیث مرحمت کرده میگن که لا یجمع الله الامه علی الضلاله. وقتی که میگوید امتان من به وحدت دست میزنن و همدیگر نیتشون خالص باشد هیچگاه خداوند ویها را گمراه نمیکند. این حدیث صحیح است و در شرح همین حدیث که حدیث امام بخاری است ابن حجر عسقلانی چندین مثال ها را میبرند که حقیقتا مثال میبرند که یک انسان میگن خودش در راه براید اگر تنها باشد یگان چیز ارشادات نداشته باشد اگر میگن و البته گمراه میشود. مادامی که در همونجا جمع آمد باشد خاکی در عبادت، خاکی در معاملات، خاکی در تجارت یگان کمبودی خود میپرسد و اصلاح میشود. از همین لحاظ هم وحدت ملی، وحدت انسانیت در قرآن عظیم شان یکی از سبب‌های اساسی یا که اصل وحدت این هدایت انسان ها به کار ثواب و بازداشتن از گناه است. بله تشکر استاد. همین وحدت را ما چگونه به قدرش رسیم، چگونه به اون شکر کنیم؟ در مثال عادی فرض کردیم در یک محیط عائله این یک جزئی خردترین دولت است. عائله در خود اگر مثلا 3 فرزند و پدر و مادر باشد 5 نفر یک دولتی خردک است که مثلا اونجا راهبرش هست، اونجا مثلا نفرانی که اطاعت میکنند و در یک نظام ساخته شده است در همون عائله که مثلا کسی به کسی گوش میکنه تا فرصتی که مثلا گویم به وی رسند کسی بر کسی مسئول است. یعنی من میخواستم برای بیننده های ما و از جمله برای ما نیز در مورد شناخت قدر این همه وحدت، چون ما گفتیم که مثلا به وحدت رسیدیم، این عید داریم که هر سال ما 27 ایون آن رو جشن میگیریم. خب ما شناختیم، ما باز آینده چیکار کنیم که واقعا این همه وحدت گوییم به کامل گردانیم، پورتر سازیم، مستحکم سازیم؟ حقیقتا
قدردانی نعمت، قدردانی وحدت تنها گفتن کتی نمی شود. وقتی که ما و مادامی که ما بیان کردیم که این وحدتی که از نعمتهای بزرگی داده الله است و در عوضی نعمتهای دادگیش از ما خداوند یعنی شکرگزاری طلب میکند. شکر این وحدت چطور به جا آورده می شود؟ اولا همین که انسان باید که حقیقتا وجودا ایمانا باطنا یک تصدیق کند که وحدت این نعمت الله است. باید که نه تنها به زبانش گوید اما دلش به وحدت گرم نباشد یا که شعله از محبت وحدت در دلش نباشد، این شکرگزاری نمی شود. ما میفهمیم که البته بسیار کسا شکر میگوین، شکر میگفتن، شکر نعمت میگوین، لیکن در اصل میبینیم که شکرگزاری و ها شکرگزاری حقیقی نیست. از برای خاطر همینم پیغمبر خدا میگن که شکر هر یک نعمت اولا انسان باطنا باید که بجا بیاره. الاعتراف بنعمت الله باطنا، یعنی انسان باطنا ایمانا تصدیق کند که به وحدت یگان منفعت نه در عبادت است، نه در جامعه است، نه در زندگی است. این باید که انسان هر یک انسان درک کند. حقیقتا سالهای پراکندگی البته ما مشاهده کردیم که نه عبادت کامل بود، نه معاش زندگی کامل بود، نه یک معاملات و نه یک کار خوبی بود، همه پراکنده بودند. از این معلوم میشه که انسان باید که تصدیق کند که خواهد که قدرگزاری از این نعمت وحدت میکند، تصدیق کند که این بهترین نعمت است، البته به قدر این رسد شکرانه از این کند. دومیش همین که بعد از خودش اعتراف کردن این نعمت الله خاموش نشیند، به دیگرها از وحدت ملی سخن گوید، از وحدت سخن گوید که به وحدت چیزی به سامان نمیرسد. و اون شخصانی که البته سالهای ناآرامی، سالهای پراکندگی ملت دیدن، مشاهده کردن و جوانان امروزه تبلیغ کنند که این وحدتی که امروز به دست آمده است این از وقتها از دست رفتگی بود. لیکن برای به دست آوردن این خیلی هم مردم شریف تاجیک، مردم بزرگ تاجیک در پیروی یکی از شخصیت‌های برومند ملت که سرور دولت که از این وحدت خیلی هم حرکت‌های جانفدایانه کردن، این به جوانها گفتن است. از سیومین قدرگزاری از این نعمت وحدت این است که از این سوال شما جواب مختصر هم میگه، از این نعمت وحدت استفاده برده فقط برای آینده زحمت کردن است. چون که در پیغمبر خود در همون حدیثی که گفتیم یکمش شکرگزاری از نعمت الله، الاعتراف بنعمت الله باطلا و تحدث بها ظاهرا، سیومش همین که والاستعانة بها لعبادت الله، یعنی عبادت گفته کاری ثواب، کاری نیک، یعنی از این وحدت استفاده برده فقط برای همگان یعنی نیکخواه باشند، برای ملت، برای وطن، برای آینده ملت فقط کارهای نیک کردن. ان شاء الله این قدرگزاری از این نعمت وحدت است. بله، تشکر زیاد استاد. و بسیار در ادامه منطقی شما، سخن شما، اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان زمین هم هر برآمدشان مخصوصا برای جوانان تاکید میکنند، دستشان رو به قلبشان میگذارن، میگن که این وطن رو از همین قلب در قلب باید شناخت و دوست داشت و هر یک عملی که مثلا ما میکنیم. راستی تا فرصت برنامه یک فرصتی شد با چند نفر از شاگردان در کوچه خوردیم، پرسپوز کردیم، گفتن که مرحله تجربه آموزی است، چند فرصتی است، ادامه یک هفته، یک هفته ما باید تجربه آموزی کنیم. و پرسیدم روحیه هاشون، کیفیتشون پرسیدم، بعد گفتم برای شما بسیار فرصتی موافق است برای آموختن. زمانی که ما مثل شما بودیم، همون مرحله که ما مکتب را ختم کردیم، نابسامانی ها سر شد و ما بیشتر در فکر نان بودیم، چون واقعا اوضاع ناتنج بود. و امروز برای شما تمام شرایط ها هست. آنها مرا بسیار گویم خوب گوش کردن، گفتن که درست. من گفتم درست گفتن شما باید در عملتان نیز باید شناخته شود، به خاطر اونه که این گپی من برای شما افسانه نیست، این حقیقتی بود که ما با چشم سر دیدیم. مثلا اگر اون امکاناتی که سالهای 93 برای ما می بود اگر نابسامانی نمی بود، مثلا امروز اون امکاناتی که شما دارید شاید ما باز خوبتر گویم رشد میکردیم. اما
شاید همون مشکل ها رو دیدی شده ما خونده و برای شما امروز بسیار یک موافق است. ما سخن نوبتی من در موردی گویم یک برای مراجعت برای خود جوان ها که مثلا امروز جناب ولی بسیار میگن که شما آینده ساز این ملت هستید. یعنی ما فرزند رو تربیت میکنیم به خاطر اون که آینده نسل ما دوام دهنده عمری ما میگه. پس ما والدان در شناخت همین قدری گوییم همگیرایی وحدت یک جا بودن هم دست بودن دست هم دیگر رو گرفتن و کار شایسته کردن برای گوییم نه تنها در محیط یک خانه آباد کردن خود خانه خودمون این چنین بیرون از خانه خودمون. بله حقیقتا یک چیزی عجایب گفتید. وقتی که ما با تعلیمات پیغمبر خدا نگاه میکنیم، پیغمبر خدا وقتی که میدیدن که در یک جا جوان ها باشند بسیارتر وقت خود به همون جوان ها صرف میکردن. به همون جوان ها یعنی باز اهتمام زیاد میدادن، چون که جوان ها یک مرحله است که اگر به وی ها ما اهمیت ندیم و وی ها ما اعتبار ندیم، وی ها البته از همون مرحله که گذشت به راه در آوردن وی ها خیلی دشوار است. از همین لحاظ هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث بسیار هم معروف دارن، مشهور دارن که پروردگار از هر یک انسان از 4 چیز مهم سوال میکند، از جمله همانها ان شبابه فیما افنا، یعنی جوان تو جوانیت در کجا گذرانده. از این معلوم میشد است که چطوری که بیان کردید پیشوای ملت که دائم خطاب به جوان ها میکنن، البته این بی حکمت نیست. این البته یک حکمتی خیلی هم بزرگ دارد که جوان ها را علاقه از حاضر سر کرده ما وی ها را به راه گذشتگان خود، راهی که پیروی مذهب امام ابو حنیفه بودند، پیروی قرآن و سنت بودند که در قرآن و سنت در مذهب ما یعنی احترام همدیگر، احترام وحدت، احترام همسایه، احترام والدین، احترام دیار، احترام چیز می‌دارد. اگر به وی ها که اهمیت ندیم مرحله جوانی که وی ها که گذشت البته وی ها البته دشوار می‌شود. از برای همین هم هر یک والدین آن مسئولیتی که خداوند در گردن هر یک والدین گذاشته است یک چند مسئولیت است، لیکن وی مسئولیت ها به مجرد یک مرتبه به جا آوردن یعنی به آخر میرسد، از گردن پدر و مادر ساقط می شود. لیکن مسئولیت دعوت کردن فرزند به راه درست تا همون پدر و مادر در حیات هستند، این مسئولیت در گردن پدر و مادر است. اگرچه فرزند بالغ هم که باشد. مثال های بسیاری است، چون که پیغمبر خدا که دختر خودشون که با شوهر برآوردن به یک عالم ترین صحابه، لیکن تا حیاتشون که بود و اهتمام میدادن، از میپرسیدن که و هر روز از هر روزه کردار و رفتار و عبادتی و پیغمبر خدا پرسان میشدن. بله تشکر زیاد استاد برای اشتراک و شرح این موضوع. راستی دامن این موضوع بسیار وسیع است، اما اون چیزی که ما گفتیم مختصر گفتیم و فکر میکنم بیننده هوشمند ما از این البته برای خودشون بهره های تازه گرفتن. برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم. اینجا فرصتی برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد و تا برنامه نوبتی خیر، خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.